дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори 21. سفر سال گذشته به کوهستان بدخشان نموده‌اش پیش رو آمد. وی در این سفر یک گروهی با صلاحیت را همراه گرفت که در هیئت آن عالمان ساحه گیولوژی و معدنشناسی، جغرافیدان‌های گیودزی و توپوگرافی و متخصصان راهساز شامل بودند. بسیاری ها پیشنهاد کردند که هیئت با سمالیات به بدخشان سفر نمایند، اما نصرت الله مقسوم راضی نشد. ما با مقصد آموزش نیت سفر بدخشان داریم، گفت او. گمان است که سوار سمالیات به هدفهای خود رسیده توانیم. هیئت بلندپایه با رنج و عذابهای زیادی بیراهگی هر وجب زمین بدخشان را در بغل کوههای آسمان بود پشت سر گذاشته تا به خاروغ رفتند. راهسازان و متخصصان این ساحه راه نقشه ساختمان راه ماشینگردی استالین‌آباد خاروغ را بالای خریطه تحریزی کردند. کمیسیه تحت سروری نصرت الله مقسوم در این مدت وسعت مرزی بدخشان را پوره آموخت. وضع مرز کشور باعث نگرانی نصرت الله مقسوم شد. بعد بازگشت ماه اکتبر سال 1928 پلنوم دوم کمیته ولایتی تاجیکستانی پارتی کمونیستی ازبکستان معروضه نصرت الله مقسوم را در بابت تدقیق همه‌جانبه بدخشان شنید و به بیوروی آسیای مرکزی کمیته مرکزی وکپبی پیشنهاد کرده شد که ساختمان راهی حیاتاً مهم اوشمرغاب خاروغ تیزتر شروع گردد. وی همچنین درباره مستحکم نمودن مرز مملکت با کشورهای همجوار در سرحد درواز و بدخشان ابراز نظر کرده بود. بارها تأکید کرد که اگر ما آسودگی کشور را خواهیم حتما مرز ساحلی دریای پنج را مستحکم کردنمان ضرور است. اما بانگ اضطراب او را تا آخر گوش نکردند. با گذاشتن دسته‌های پراکنده مرزبانان قناعت نمودند. اکنون عاقبت بی‌پروایی‌ها بالای کشور مصیبت می آورد. به سر این مسئله برگشتن را ضرور میشمارم. دست پس پشت گیره چند مراتب از یک گوشه دفتر کاری به گوشه دیگر قدم زد. گویا بر و گز دفتر کاری اش را چین می کرد و نهایت به خود آمد. از نو پشت میز کاری نشست و یاردمچی اش را به نزدش خواند. شما فوری از نام من به عنوان رئیس بیوروی آسیای میانگی کمیته مرکزی وکپبی رفیق زلنسکی برقیه تیار کنید. نویسید که ما ستاد مبارزه به مقابل باسمتی ها را تأسیس می دهیم. به من اجازت داده شود که به رفت عملیات در میدان جنگ راهبری کنم و در سرکوب نمودن دسته های جنایتکار شرکت ورزم. خوب شده است. قامتش را راست کرده گفت یاردمچی. بعد تیار نمودن برقیه اعضای کمیته اجرایی مرکزی را به حضور من دعوت کنید. هنوز که دشمن به درونتر خاک کشور وارد نشده است سرکوب کردنش آسانتر است. نباید فراموش کرد که تا حال در محلها جانبداری باسمچیان هستند. از هر دستاورد خائنان ملت صف آنها افزایش می یابد. نصرت الله مقسوم مثل همیشگی آرام و با تمکین بود. سیمای آرام وی به دل حاضرین باوری را بیشتر نمود. او حتی نسبت به روزهای دیگر خود را آسوده نشان میداد. زود شوخی میکرد تا آغاز مجلس به نوبت با کارمندان مسئول دستگاه خود در موضوع کارهای مقرری صحبت کرد، ولی با ایشان
در باب هجوم دسته‌های جنگی حرف نزد. وی طول سالهای رهبری خود را چون سرور کاردان و جانفدا نشان داده توانست. بی سبب نبود که تمام مردم کشور احترامش میکردند. نصرت الله خیلی بر وقت به خودی و بیگانه اثبات کرده توانست که او راهبر عاقل و داناست و در حل هر گونه مشکلی استعداد و فراستش جوابگو است. خودسوزی او را میدانستند که نصرت الله یک دقیقه عمرش را بیهوده مصرف نمی کند، می آموزد و علم آموختش را در عمل تطبیق می کند. او باور داشت که مردم تاجیکستان دیگر فریفته سخن شیرین دشمنان نخواهند شد. به غلبه باور داشت و آرامانه برای حل مسئله راه و تدبیر می جست. همین بود که همکاران آسودگی کشور و پیشرفت کارهایشان را در آرامی و ثبات و مسئله گذاری های نصرت الله می دیدند. امروز نیز اکثر آنهایی که از شنیدن خبر شوم نیروهای مخالف ساخت شوروی به تهلکه افتاده بودند، بعد مشاهده وضع آسوده و آرام رئیس کمیته اجرایی مرکزی آهی سبوک کشیده به جایهای خود گذشتن نشستند. سالهای 1924-26 دشوارترین دوره کار برای رهبریت جمهوری خودمختار تاجیکان بود. حکومت نوتأسیس جمهوری از شهر تاشکند به یک دهکده نظرناگیر آمد. حتی برای حکومت نو بینای لایق پیدا کردن در این شهر نو بنیاد غیر امکان بود. نصرت الله مقسوم همراه هم مسلکانش در این دوره آنقدر کارهایی را انجام دادند که حتی شاهدان این دیگرگونی ها بعضا شبهه می کردند. رفیقان، به اعضایان کمیته اجرایی مرکزی مراجعت کرد. او شما آگاه هستید که 2 روز پیش دشمنان دولت جوان تاجیکستان سرحد را عبور کرده به این طرف ساحل گذشتند. آنها امیدوارند از نو آرامی کشور و حیات آسوده مردم را خللدار میکنند، دولت جوانی ما را از بین میبرند. بیشک رفتار ایشان مثل چرب و خواب دیدن گربه گرسنه را میماند. اما ما و شما باید یک چیز را فراموش نکنیم. بزرگ گفته است دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. نصرت الله لحظه سکوت کرد و تگ چشم چهره هممسلکان خویش را معاینه نمود، چون احساس کرد که همه گوش به سخن اویند رشته کنده سخن را پیوست. دشمنی بلشویکان در سراسر عالم تنها یک نیت دارند. نیتشان از بین بردن دولت کارگر و دهقان است و دسته‌های خیانتکار که در کشورهای همسایه ما تعلیم گرفتند همه جانبه یاری می‌دهند. امروز وظیفه هر شخصی وطن دوست همین است که برای پایداری دولت جوانمان در مقابل دشمن ایستادگی نماید. هرچی زودتر سرکوب کردن دشمن به منفعت ماست. من فکر رفیق نصرت الله مقسوم را پورا جانبداری میکنم. از جا برخاسته گفت عبدالرحیم حاجیبایف. اگر ما به زود شراره را خاموش نکنیم به علنگه تبدیل می‌یابد. در آغاز کار ما باید ستاد فوق العاده مبارزه را به مقابل باسمچیان تأسیس دهیم. از نو به گپ در آمد نصرت الله مقسوم. از شما چی تکلیف است؟ همه با یک آواز پیشنهاد او را جانبداری نمودند. به ما لازم است که پیش از همه رئیس ستاد فوق العاده را انتخاب کنیم، گفت نصرت الله. من پیشنهاد میکنم که به وظیفه سرداری ستاد رفیق نصرت الله مقسوم پیشبری کرده شود. نیمخیز شده گفت تلپیگه.
اعضای کمیته اجرایی مرکزی و دیگر مسئولین به طور فوری هیئت ستاد فوق‌العاده را انتخاب کردند و از مجلس نبرآمده ستاد جلسه نخستین خود را آغاز نمود. رفیقان، با آواز چیره‌دارش سخنش را ادامه داد نصرت الله مقسوم. خوب می بود که ما در سرکوب نمودن باسمچیان از سمالیات استفاده بریم. این از منفعت خالی نیست. از یک طرف به ما امکانیت می دهد که کم تلفات جانی دهیم، از جانب دیگر بیشتری باسمچیان چه بودن سمالیات را نمی دانند. در دل آنها برابر دیدن مرغ آهنین تخم دهشت و واهمه جای می گیرد. سیوم، پشتیبانان ایشان درک می نمایند که بلشویکان در دوام این سالها تجربه جنگی اندوخته در همه گونه شرایط می توانند منفعت‌های خود را حمایت کنند. رفیق نصرت الله مقسوم اجازت پرسیده به سخن در آمد یکی از اعضای ستاد. دسنتچیان ما در شرایط دشواری کوهستان بار اول می جنگند. مبادا استفاده قوه‌های هوایی برایمان ضرر بیارد. تجربه در نتیجه عملیات به دست می آید. گره بر ابرو زده گفت نصرت الله. اگر ما امروز ترسیده به این کار دست نزنیم پگاه دیر می شود. بگذار استفاده قوه‌های هوایی در وادی قراتگین با مقصدی اندوختن تجربه باشد. پیشنهاد قابل قبول ابراز داشتند چند تن از اعضایان ستاد فوق‌العاده. 22 اپریل در یک وضعیت پریشانی در مرکز جمهوری انجمن دوم شوراها به کار خود آغاز نمود. نصرت الله مقسوم خیلی گرفته خاطر بود. در سیمای او آثار خستگی و بیدارخوابی هویدا بود. معلوم می شد که چند شب آخر تماما خواب نرفته برای حل مسئله ها تلاش دارد. هر لحظه به مرکز از قسمهای جنوبی و شرقی کشور خبرهای ناخوش می رسید، اما او حضور اشتراکچیان انجمن خود را به دست گرفته نه خستگی و رنج کشیدهش و نه آشفتگیش را فاش کردن نمی خواست. این مردی آهنین اراده که از مکتب حیات خوب درس گرفته بود می توانست در همه گونه حالت اضطراب باطنی را فرو نشانده دوراندیشانه برای حل مسئله ها عمل کند. 18 اپریل در دوشنبه فرمانده اوکروگ حربی آسیای میانه دیبینکا آمده بود. بعد آشنایی با وضعیت او پوره فرماندهی را به ذمه خود گرفت. با وی درباره وضع غرم معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. علاقه تلگرافی پیوسته کار میکرد. از غرم سردار اداره علاقه سوینف هر 10-15 دقیقه درباره تغییر خوردن وضع معلومات میداد. دیبینکا لحظه از نزد اپارات دور نشده نوترین اخبار را خودش قبول میکرد. رفیق دیبینکا گفت نصرت الله مقسوم که هنگام تنفس انجمن آماده بود. ما باید در غرم قوه‌های دیسانتی و سمالیات ها را استفاده بریم. آید به این مسئله در ستاد مبارزه علیه باسمچیگری قرار قبول شده است و فرماندهی که در عملیات به دیسانتچیان سروری می کند معلوم است و راضی است که شخصاً در عملیات شرکت ورزد. شرایط را به اینابت گرفتنمان لازم. رفیق نصرت الله فلایج، آیا در کوهستان دیسانتچیان ما از عهده وظیفه خود برآمده می توانند؟ من شما را خوب می فهمم رفیق دیبینکا، اما وضعیت طلب می کند. این مسئله را باید زودتر یک طرفه کنیم، کمتر دیگر به پروایی ظاهر کنیم یا از دشواری ها هراس نماییم. باسمچیان مرکز ولایت را ضبط می نمایند. در آن صورت کار دشوار می شود. تخمین می رود که باوری مردم با فضایل مقسوم زیاد و صف باسمچیان افزون می گردد. از کدام حساب زیاد می شوند؟ ناباورانه پرسید دیبینکا. شما رفیق دیبینکا فضایل را خوب نمی شناسید. وی خلق عادی را زود به خود جلب می کند. در اطرافش نیز چند تن دانشمندان وادی را متحد نموده است.
از یک سو با سخنان شیرین آدمان را به طرف خود جلب نماید، از جانب دیگر بعدی گرفتن مرکز جوانان را اجباراً به دستش همراه می نماید. استفاده دیسان و سمالیات ها در بین کوههای سر به فلک کشیده. راستی گپ در این باره تا امروز تجربه کافی نیست. من مسئولیت را به دوش میگیرم. رفیق دیبینکا در نزد کمیته مرکزی جواب میگویم. ما از حساب دیسانچیان و لیاتچیکا شخصانی را به غرب میفرستانیم که اختیاری رفتن را به ذمه میگیرند. شماره زیادی دیسانچیان لازم نیست، فقط 6-7 نفر باشند که از هوا یک بار به طرف دشمن با پولمیات تیرپرانی کنند. باور دارم که ترس و واهمه آنها را از میدان جنگ بیرون میکند. خوب، با پافشاری های نصرت الله مقسوم تاب نآورده گفت دیبینکا. لیکن دانسته باشد که من مسئولیت را به دوش نمیگیرم. با سپارش او سمالیات های جنگی فوری از ترمیز دعوت کرده شدند. 7 نفر دیسانچیان با سروری کامبریک شاپکین و کمیسری بریگادا فیدین برای پرواز به غرب در سمالیات یکم راضی شدند. در این باره فوری به ستاد مدافعوی غرب خبر داده شد. ستاد وظیفه‌دار گردید که برای قبول سمالیات ها فرودگاه تیار نمایند. همان روز از مرکز به طرف غرب دسته 50 نفره از حساب اسکران پالک سواره فرستاده شد. از شهر کلاب 50 نفر اسکر دیگر که با 4 پولمیات و تفنگ‌های 5 تیره مسلح بودند به واسطه عقبه شگناو به طویل دره گذشتند. اما همانا در غرب وضعیت تشویش آور بود. ما امکانی بازداشتن آنها را نداریم. برقیه رسید از غرب. یگان کس از شهر نبراید. فوری فرمان داد دیبینکا. بگذار برای هر یک وجب خاک آن دشمن 100 نفر را تلف دهد. معلم پیر اینجا کیستگویی را قطع می کند و به اندیشه می رود. نگاه کند و خیرش به نقطه ورزیده سکوت می ورزد. کسی صدا بلند نمی کند. انتظاری می کشند که معلم پیر از نو به سخن شروع کند. او در همان حالت می ایستد و مرغ خیالش تا دوریقا پر می کشد. کسی نمی داند که پی کدام اندیشه سرگردان است. دوستای شیرین، از سکوت من خفه نشوین. نوشته یک همدیار قهرمانمان به یادم آمد. چند سال پیشتر کتاب خاطره های ارتیست خلقی SSSR قهرمان مهنت سوسیالیستی سرچینارژیسور معروف رحمتی کامل یارماتوف دسترسم شد. بازگشت نام داشت کتاب خاطره های او. سال 1987 در شهر تاشکند چاپ شده است. وی در این اثر خاطره های خود را درباره جسارت نخست سرور جمهوری تاجیکستان نصرت الله مقسوم و خاکساری و انسانیت بلندی وی خیلی صمیمانه تصویر کرده است. حالا که درباره فاجعه سال 1929 حرف زدم، به اختیار صحیفه های اثر وی پیش رویم آمد. وی آن لحظه های حساس را به یاد آورده می نویسد. بعدی به هلاکت رسیدن اتریاد گوتووسکی دسته فوزل مقسوم به شهر غرب هجوم کرد. قوه ها نابرابر بودند. محافظان شهر با سروری کرافچوک مردانه می جنگیدند. اما دشمن چون با قوه دوچند هجوم می آورد اجباراً به طرف شمال شهر عقب نشینی می کردند. خبر فاجعه غرب به مرکز جمهوری رسید. رهبریت جمهوری می دانستند که بالای مردم تاجیک بلای عظیمی آمده است. چی باید کرد؟ فرستادن قسمای حربی به واسطه پیرههای کوهی به غرب آسان نبود. عسکران دیر می کردند و وضع بیشتر پیچیده می گردید. یک باره بالای شهرک غرب سمالیات ها پیدا شدند. در سمالیات دوم کمیسر دیویزیا فیدین و
و در عملیات سیوم رئیس کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان نصرتالله مقسوم زاده غرم و چند تن سربازان پرواز کردند. جنگ 20 ساعت ادامه یافت. عسکران سرخ دشمن را با پولمیات تیرباران کردند. آنها پین داشتند که به مقابلشان شماره زیادی عسکران سرخ آمدند و دل ایشان واهمه جای گرفته بود. از ترس به هر طرف گریخته پراکنده شدند. قوه های حکومتی دشمن را در هر قدم سرکوب می کردند. 3 اپریل دسته فضائل مقسوم تار و مار کرده شد. زنده مانده ها گریخته از مرز جمهوری به مملکت همسایه گذشتند. انا همین خیل وضعیت بود آن سالها. راهبر دولت تاجیکستان شخصاً در سرکوب کردن دشمن شرکت ورزیده به آن راهبری کرد. шунавандаҳои гиромӣ, шумо рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хоҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 21